درود. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. پریسا هستم. خوش اومدید به چنل خودتون. درود بر نگاه‌های مهربون شما بیکران باد. سینا هستم. بندم که سینا هستم در کنار ایشون. ما برگشتیم با یک موزیک بسیار زیبا. امیدوارم که لذت ببرید و تا ثانیه آخر با ما همراه باشید. رستم جان عظیمی. این همه گفتید رستم عظیمی عزیز، چه کنم؟ قراره ببینیم چه کنیم ما با این آهنگ قطعاً قشنگ باید باشه که این همه کامنت اومده بود و بشنویم ببینیم گپ بزنیم با هم. حاضرید؟ رستم عظیمی. رستم عظیمی. یار به رحم و من از درد به جانم چی کنم؟ آه من چون این یار چونان آه ندانم چی کنم؟ چی کنم؟ میروم گریه کنان نعره زنان سینه کنان مست و دیوانه و رسوای جهانم چی کنم؟ میروم گریه کنان نعره زنان سینه کنان مست و دیوانه و رسوای جهانم چی کنم؟ دوستان عاشق زارم چی کنم؟ اون نیامد به کنارم چی کنم؟ چاره صبر است من از درد نگار گشته به صبر و قرارم چی کنم؟ دوستان عاشق زارم چی کنم؟ اون نیامد به کنارم چی کنم؟ چاره صبر است من از درد نگار گشته به صبر و قرارم چی کنم؟ خیلی خوش صداست، خیلی هم آهنگ خوبیه. اینکه انگار مد شده که هنرمندان وسط مثلا مردم عادی و نوازنده ها وایسن و میخونن و این شور و حالی. یه حس نزدیکتری به آدم دست میده وقتی اون ویدیو کلیپ رو میبینی. خیلی ریتم ملودی و مدل تنظیمش ما میگیم پاپ ایرانی، یعنی مدل پاپ ایرانی حساب میشه تقریبا. 6-8 اینه؟ نه فکر پاپ نمی‌کنم. خالیه. آره چون 6-8 مدل خواندنش فرق میکنه. ولی قبلا دیده بودیمش فکر کنم رستم جان عظیمی رو. در کل جوون با استعدادی از همون موقع به نظر میرسید. یه تم آرون افشاری ریزی داره دیگه. آره ولی با منزه است. شعرش هم خوبه. آخ امان از دل آقایون که همیشه معطل خانوما. میروم گریه کنان نعره زنان سینه کنان مست و دیوانه و رسوای جهانم چه کنم؟ به تو امروز به صد حسرت و غم زیستم آه اگر روزی دیگر زنده بمانم چه کنم؟ ریخون جگر از گوشه چشمم به کنار آن جگر گوشه نیامد به کنارم چه کنم؟ دردمندان همه از صبر قرار گیرن چون من از درد تو به صبر و قرارم چه کنم؟ چه لاوی ترکوند اینجای آهنگ. اونجا رو نشنید، دوتا هدست رو گوشت بود گفتم آخ امان از دل آقایون که همیشه با معطل خانوما باشن. حالا چی بپوشن؟ الکی میگی والا بخواد دردمندان همه از صبر قرار گیرن چون من از درد تو به صبر و قرارم چه کنم؟ دوستان عاشق زارم چی کنم؟ اون نیامد به کنارم چی کنم؟ چاره صبر است من از درد نگار گشته به صبر و قرارم چی کنم؟ دوستان عاشق زارم چی کنم؟ اون نیامد به کنارم چی کنم؟ چاره صبر است من از درد نگار گشته به صبر و قرارم چی کنم؟ به به اینجا دیگه قشنگ بندری شد ریتما. خیلی خوش انرژی صورت خود رستم جان. جانم چه سازایی. بی صبر و قرار بالاخره.
عاشق زارم چی کنم اون نیامد به کنارم چی کنم چاره صبر از من از درد نگار گشته به صبر و قرارم چی کنم خیلی قشنگ بود. اصلا دلم نمیخواست تموم بشه. کلی حس خوب داشت آهنگ و کلیپه. اونجا که دیگه آقای داشت میرفت گفتم آخ داره میاد. بعد دیدی با چه عصبانیتی گله رو داد بگیر بریم. چه عشقی میتونه باشه این. واقعا ساعتها انتظار خلاصه بی صبر و قرار شده برای عشقش چه کنه. امیدوارم که لذت برده باشید. ما که حسابی لذت بردیم. رستم جان عظیمی دمت گرم. به امید موفقیت‌های بیشتر تو ما هم دوره هم بشنویم و کیف کنیم و لذت ببریم. قربون شکل ماهتون باش و کله هاتون تا یه موزیک باحال دیگه. خدا نگهدار.